حسین باستانی، تحلیلگر مسائل ایران در BBC در استودیو همراه منه. آقای باستانی، حسین، به نظر بحثا داره بالا میگیره. آقای این طرف آقای اژه‌ای میگه اصلا آقای روحانی شوخی کرده. خب ببینید اشاره‌ای که ایشون داره میکنه به مصوبه شماره 298 درسته. یک همچین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی بوده. البته باید توجه داشت که خب ربطی به دوره مسئولیت آقای روحانی هم نداشته، از مدت‌ها پیش بوده که بر مبنای اون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میتونسته یک مصادیقی رو تشخیص بده که اینها خلاف امنیت هست و به مطبوعات ابلاغ بکنه. اما نکته‌ای که مهمه اینه که ببینید اینها در واقع ویژگی موقت داره. من مثال بزنم و اینجا اونجاییه که آقای محسن اژه‌ای در واقع بحث رو باز نمی‌کنه. مثلا در زمان ریاست آقای علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی یکی از این ابلاغ‌ها خبرساز شد و حتی متنش به فضای رسانه‌ای راه پیدا کرد که گفته بودن در خصوص پرونده هسته‌ای باید مطبوعات این چیزا رو رعایت کنن. یکی از اونها این بود که در مورد کاهش تعداد سانتریفوژها مطبوعات حق ندارن چیزی بنویسن و این جزء سیاست‌های نظامه. آیا الان میشه وقتی که نظام نه تنها راجع به این قضیه صحبت کرده که رفته اساساً انجام هم داده، امضا هم کرده، کاهش هم داده، کسی بگه که خب اقدام غیر امنیتی صورت میگیره اگر یک نشریه راجع به کاهش تعداد سانتریفوژها بنویسه؟ طبیعتاً شوخیه این. چرا؟ به این خاطر که اون مصوبه مال اون زمان بوده و شأن قضایی که نداره که برای همیشه قابل اجرا باشه. البته تعبیر قوه قضاییه اینه که خب ما میتونیم یک جاهایی فارغ از اینکه شورای عالی امنیت ملی چیزی ابلاغ کرده باشه یا نکرده باشه میتونیم چیزایی رو بگیم که به لحاظ قانونی افراد ملزم هستن انجام بدن. این هم باز ویژگی هستش که این هم باز تعبیری هستش که شأن قضایی نداره، چون طبیعتا سوال اول اینه که مثلا اگر ممنوعیت چاپ تصاویر آقای خاتمی وجود داره این در کدوم دادگاه تصمیم گیری شده؟ مصلحت سنجی دادگستری بوده. باز اجازه بدید من این مثال بزنم. نمیدونم یادتون میاد یا نه، در زمان آقای خاتمی آقای علیزاده ریاست کل دادگستری تهران ایشون اعلام کرد که گفتش که صحبت کردن از مذاکره با آمریکا این جرمه و نوشتن از این جرمه. آیا الان کسی میتونه، یعنی اگر مثلا کسی بره از آقای ظریف بخواد شکایت کنه به دادگستری به که چون ایشون صحبت کرده، آیا حتی دادگستری این شکایت رو ثبت میکنه؟ نه، چون که شأن قضایی نداره. اون هم با وجود تمام اختلاف نظری که سرش وجود داره فوقش اینه که یک مصلحت سنجی که برای زمان خودشه. الان تعبیر دولت آقای روحانی اینه که الان اون شرایط وجود نداره و از اون شرایط عبور کردیم، بنابراین شأن حقوقی و قضایی هم نداره. اما تعبیر آقای روحانی درست، همین مصلحت اندیشی الانه. از اون طرف تعبیر طرف مقابل اصلا این نیست، برای اینکه میبینه که در انتخابات این دوره پیام آقای روحانی تونسته اینقدر آقای خاتمی تونسته اینقدر اثرگذار باشه. به عبارت دیگه اصل داستان همینه. اصل داستان همینه که به هر حال خب مقام‌های قضایی مجبورن سعی کنن که این قضیه رو به لحاظ قانونی توضیح بدن که البته همیشه هم این کارو نکردن. مثلا در خرداد سال گذشته در دومین سالگرد پیروزی آقای روحانی حرفی با مضمون مشابه رو زد. در اون زمان جواب آقای محسن اژه‌ای نبود که شورای عالی امنیت ملی این کارو کرده. در اون زمان من دارم در مورد خرداد صحبت می‌کنم چون آقای محسن اژه‌ای حرفای مختلفی زده. در اون زمان ایشون گفتش که آقا اصلا تصمیم دادگستری بوده. به این خاطر که خب بعد یک جوری به حال اینو توضیح میدادن. اما اصل قضیه اینه که به نظر میاد که این موضع آیت الله خامنه‌ای بوده. به خاطر اینکه تاثیرگذاری سیاسی آقای خاتمی رو به هر علت مضر تشخیص میداده. آقای خامنه‌ای نشون هم داده البته این موضع خودش رو که گویی میخواد که به هیچ وجه اسمی از محمد خاتمی وجود نداشته باشه. حتی وقتی که خواهر آقای خاتمی فوت میکنه پیام تسلیتش رو به مادر آقای خاتمی میده که اسمی از رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران برده نشه در اون. وقتی که مدتی بعد مادر آقای خاتمی فوت میکنه این بار به بازماندگان و مردم اردکان و امثال اینها میده. یعنی خودش رو این قضیه حساسیت جدی داشته و این حساسیت رو نشون هم داده. الان این چیزی که میگه تصویر یک جنگ قدرتیه در داخل ایران که یک طرف داره میکشه، حالا آقای خاتمی این وسط شده نشونه و نمونهش شاید. به نظر به کدوم سمت میره؟ کدوم طرف الان پرزورتر است؟ ببینید موضع آقای خامنه‌ای اگر تغییر نکنه سخت خواهد بود تغییر این وضعیت. آقای کریمی قدوسی نماینده فعلی مشهد، من تصحیح کوچیکم بکنم در یک بخش خبری من از دهنم در رفت که نماینده سابق مشهد، نماینده فعلی مشهد آقای کریمی قدوسی تیر ماه گذشته نقلی کرد از آیت الله خامنه‌ای و گفتش که ایشون گفته که
فضا باید با آقای خاتمی سخت بشه، برای این خاطر که اون باغی و طغیانگر هست. به نظر میاد که این موضعیه که ایشون نسبت به آقای خاتمی داره. البته یک چیز ممکنه باعث بشه که این فضا تغییر کنه و اون مصلحت سنجی هستش که حتی خود آقای خامنه‌ای هم ممکنه که انجام بده یا اینکه فکر کنه که حالا باید راجبش تجدید نظر کرد. ته این داستان این بوده که تاثیرگذاری سیاسی آقای خاتمی منتفی بشه، در حالی که ممنوعیت رسانه‌ای که برای او ایجاد شده به نظر میاد تاثیرگذاری سیاسی آقای خاتمی رو بیشتر کرده. اگر آقای خاتمی در مطبوعات حضور آزادانه‌ای داشت، در موضوعات مختلفی اظهار نظر می‌کرد، ممکن بود هر از گاهی مثلا وقتی کسانی رو عقد می‌کنه در روزنامه‌ها عکسش چاپ بشه، راجع به مسائل کلی فلسفی اظهار نظر می‌کنه منتشر بشه، پیام میده به مناسبت‌های مختلف منتشر بشه و تبدیل به یک چهره رسانه‌ای عادی بشه مثل بقیه سیاسیون ایران. محدودیت‌های رسانه‌ای باعث شده که ولعی در افکار عمومی ایجاد بشه که بیشتر از ولع طبیعی نسبت به یک رئیس جمهور سابق ایران هست. خیلی جالب بود واکنش هایی که به حرفهای آقای روحانی در این 2-3 روزه ما از طرف حالا مردم عادی حتی شاید بیشتر دیدیم که بعضی از این میگفتن که ما یک زمانی سطح توقعمون منع حصر بود و آزادی کسانی که در حصر هستن، حالا نشون دادن چهره آقای خاتمی یا بردن اسمش شده. آیا پس رفته در اعاده حقوق؟ سخت‌تر شدن فضا هست و اینکه به هر حال حکومت اتفاقی که در سال 88 افتاد رو تأکید داره میکنه که فراموش نکرده و نمیخواد فراموش کنه. عده دیگه یعنی بخش محافظه‌کاران حاکم در حکومت همچین تعبیری دارن، البته بخش دیگری هستن که میگن از اون فضا باید عبور کرد و نشون دهش هم اینه که به هر حال در انتخابات‌های بعدی ما میبینیم که مردم از همون امکانات باقی مونده سعی میکنن استفاده بکنن برای اینکه پیامی رو به حاکمیت بدن یا ندن. واقعیت اینه که درست فضا سخت‌تر شده، اما این رو هم نباید فراموش کرد. هرچه این مناطق ممنوعه در حکومت تعریفش بسته تر میشه، مناطق رویارویی افکار عمومی یا کسایی که با حکومت مشکل دارن با محافظه‌کاران حاکم هم گسترده تر میشه. یعنی شما کم کم فضا رو ممکنه به جایی برسونید که میخواید محدودیت ایجاد کنید، ولی چاپ کردن تصویر دست یک سیاستمدار ممکنه که تبدیل به یک پیام انتخاباتی بشه که بر درصدی از آرا تاثیر بذاره و این تاثیر ممکنه چیزی باشه که حکومت لزوما دوست نداره. سپاسگزارم. حسین باستانی، تحلیلگر مسائل ایران، همراه ما.